سلام و درود فراوان خدمت مهربونای چنل یوتیوب وحید لبخند. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و روزهای خوبی رو سپری کنید. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید چنل ما رو سابسکرایب و زنگوله بالا رو بزنید که از ویدیوهای بعدیمون با خبر باشید و ممنون میشم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. این سری ویدیو آموزشی ما در مورد قفل بسته شده است و شما به خاطر اینکه وارد خونتون بشین باید این قفل رو باز کنید تا وارد این خونتون بشین، یا باغتون یا مکانهای یا مغازتون. این قفل در یه صورت فقط باز میشه، اونم اینه که قبل اینکه توضیح بدم میخوام ببینم شما چجوری این قفل رو باز میکنید. هیچ نیاز نیست خودتو اذیت کنی، فکر بکنی چی کار کنم چی کار نکنم. تنها یک راه برای باز کردن این قفل وجود داره. خیلی راحت از جیبتون یا دست کلیدتون رو بردارید، بندازید داخلش و بچرخونید. میبینید که قفل باز شد به همین راحتی. حالا یه موضوع خیلی قشنگتر و بهتر و کاربردی‌تر بهتون بگم. این قفل با فشردن دست شما باز قفل میشه و دوباره باز همین باز میشه. خیلی راحت اون موقع راحت میتونید وارد خونه‌تون، مغازتون و مکانهایی که دوست دارید بشین. تا آموزش‌های بعدی، خدا یار و نگهدارتون.